سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با یه چالشی دیگه همراه با یک مجازات دیگه. قبل از اینکه چالش رو شروع بکنیم لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید. با این کارتون از ما حمایت میکنید، ما انرژی میگیریم. حتما این ویدیو رو لایک بکنید و کامنت رو فراموش نکنید. خب بچه امروز چالش ما اینه، بریم 3 تا آیتم میخریم از فروشگاه. هر کدوم از آیتما کالری بیشتری داشت، یعنی امیررضا 3 تا آیتم میگیره، منم 3 تا. نوبتی میریم آیتما رو میخریم و پشت آیتما رو نگاه نمیکنیم ببینیم کالری کدوم بیشتره کدوم کمتره. بعداً تو اینترنت سرچ میکنیم کالری چقدر میشه، یا پشتش نوشته. آره. پشتش رو میبینیم، هر کی کالریش اون 3 تا رو با هم جمع میکنیم، هر کدوم بیشتر بود اون فرد برنده است و هر کی کمتر بود اون بعد مجازات بشه. حالا مجازات هم آخر ویدیو میگیم، الان نمیگیم چیه. آره. خب بلا بریم خریدا رو بکنیم، تو فروشگاه هم همراه ما هستید. خب بچه‌ها امیررضا میخواد انتخاب کنه. چی میخواد؟ ساندویچ سرد. 100% مطمئنم کالریش بالا. ببخشید خیلی شلوغه. روز تعطیل اومدیم بیرون. خیلی شلوغه. حالا یواشکی هم داریم فیلم می‌بینیم که 1% احتمال می‌رسیم بهمون گیر بدن. خب ساندویچ سرد. بردا شانسی بعدا پشتشو نبین دیگه. نه دارم مدل کم میشه انتخاب کنم. پشتشو نبین. کم میشه. مثلا اینجوری بده. ساندویچ سرد. چیزی که می‌خواستم دوربینم گذاشتم تو خود چپس. بودو دیگه آقا بیا. من پشتش هم نگاه نکردم. شانسی. این اولیش. تو چی می‌خوای؟ من میرم شکلات. بریم تو غرفه شکلات فعلا. بچه‌ها ما اومدیم، من می‌خوام دنت بردارم. بذار ببینیم کدوم دنت بهتره. من همین. چی شد حالا دنت انداختی؟ پورا دیدم گفتم بذار دنت. من از آب میبرشن. تو هم؟ آره دیگه به شیرکاکوشو برمی‌دارم. دنت برداشتم. شیر بین شیرکاکو، شیر فرنگی، شیر خیار برداشتم. فکر نکنم داشته باشه. نداره. پس شیر توت فرنگی خوب بود. شیر چی؟ شیر توت فرنگی. آقا دست دادن. خواهش می‌کنم. شیر توت فرنگی برداشتیم. الان آیتم بعد چی برداریم؟ آیتم بعد دیگه واقعا می‌خوام برم. بعد بگردیم ببینیم تو فکرم بعد ببینیم چی میاد. آیتم بعد الان یه دونه تو برداشتی من برداشتم. دو تا دیگه. ولی تو 2 تا برداشتی. آره. من 2 تا بعد بردارم، تو بعد یه دونه برداری. من که بعدم میدونم چیه. اول تو بردار. خب بذار بریم من ببینم چی هست برداری. اینجا چون بریم ویدیو رو هی قطع می‌کنیم به خاطر اینکه اینجا شروع بشه شاید بهمون گیر بدن. بعد همین ایده رو قطع می‌کنیم. 1% احتمال میدیم بهمون گیر بدن. بچه‌ها فعلا. بچه‌ها من یه دونه از این پروتئین بارا برداشتم. اینو درست کنم من. آره. از این پروتئین بارو برداشتم. نگاه نکردیم همینجوری برداشتیم. تو چی برداشتی؟ من این کیکانو برداشتم. شانسی اصلا نگاه نکردم من. بذار برام اینجا همین جلومون پفکه. من یه پفکم بردارم. آخریشه بر تو دیگه. ببخشید. بیا من اصلا این بردارم. نمیدونم چیه. از این پفکام برداشتم. بعد بچه‌ها خیلی شلوغه. من گفتم بذار بیایم یه جای خلوت فیلم بگیریم. هر جا میریم پر آدمه. پارکینگ شد دیدیم گفتیم ادا این چه خبره. بعد بچه‌ها بیا من نرو دیگه. نه بیا اینجا. خب بچه‌ها ما ویدیو قبلی رو چه نکته زیبایی گفتی. ویدیو قبلی اگر ویدیو قبلی ندیدید برید حتما نگاه کنید. این کلا مجازات بود، یعنی همش بعد مجازات می‌خوردیم. یعنی چالشای درست کنم. دوبین درسته دیگه میفته هر کاری کنیم. یه لحظه. خب الان خیلی ما چی صورتمون نمیاد. اوکیه همینه دیگه. آره. و الان گفتی حالا ویدیو قبلی حتما نگاه کنید، لایک کنید، کامنت بذارید تو اون ویدیو، بگید چه جوری بود. نظرتون در مورد اون ویدیو بدید. ویدیو چه جوری بودش؟ خوشتون اومد؟ اون ویدیو اصلا داستان داشت. ما یه بار ویدیو گرفتیم. ما حالا تو خودم ویدیو گفتیم. این ویدیو رو یه بار گرفتیم. رفتیم فروشگاه، یه فروشگاه دیگه به ما اجازه فیلم برداری ندادن. ما خریدار رو دوربین افتاد فیلم بردار. شل فیلم بردار. یه لحظه بچه‌ها ببخشید. شرایط سخته فیلم برداری کنیم. لایک کنید. اینجا بهمون گیر میدن. آره. چی بشیم؟ رفتیم فروشگاه اصلا اجازه
فیلم برداری به ما ندادن اصلا. گفتیم امروز اومدیم یه فروشگاه دیگه ویدیو رو اینجوری میگم ویدیو رو فیلم برداری دیگه. گوشی رو اونجوری گذاشتیم دوربینو کسی فعلا ندیده. برای اینکه آروم هم حرف بزنیم، برای اینکه مثلا نظر شک نکنم بهمون. حالا ویدیو قبلی حتما نگاه کنید، کامنت، سابسکرایب، نمیدونم زنگوله منگوله همه رو بزنید. زنگوله خیلی مهمه. واقعا هر وقت ویدیو واقعا مهمه. هر وقت ویدیو گذاری بچه‌ها میفهمن. آره نوتیفیکیشن براشون میاد. هی چرا دور سلام برای وضع خفنه کفنه میزنی این ور اون ور، یه راه صاف نمیره. باید بگردیم هی داره میره این ور اون ور. ناراحت تو بیا. بده دیگه. نمیدونم. دست میبری؟ را نکنم. خواهش میکنم. خب اینا میخواهش کنم. اونو بگی. استنت بریم هم مهد می‌خوره. کودک. باش چیزی می‌ذاریم. سنت هم میخوره. آقا بیا چیز پیدا کردم شبیه امیرزاده. بیا. آقا بیا. آروم برو حالا. وایسا. اصلا یه دفعه بهش نگو آقا این شبیه امیرزاده نیست. این دوتا شبیه امیرزاده نیست. خدای شبیه نبوده. قشنگ فکر نکنم. نه قشنگ. دست درد نکنه. خواهش می‌کنم. قشنگ بود. خب بریم اینا رو حساب کنیم. بریم ببینیم برای کی کالریش بیشتر بود که ببینیم کی برنده میشه کی بازنده. ندید دارم میگم برای من بیشتر بود. خواهی مجازات این رو قبل- دوست دارم. این قبل اینکه بیایم زده بود تو گوگل آره. چه چیزایی کالری بیشتری داره چه چیزایی کالری کمتری داره. حالا یه سری چیزا نمیخوام بگم. نه بگو. نمیگم. نگو. باشه. آره این زده بود تو اینترنت. من همینجوری برداشتم. خب بریم سمت صندوق‌ها حساب کنیم. حساب نکنیم دریم. ببین موافقم ولی زشت نیست. نه زشته. بریم در بریم. نه بریم حساب کنیم. بریم حساب کنیم. کجا بریم؟ بریم حساب کنیم. بریم اونجا. اینقدر بزرگه اینجا آدم نمیدونه کدوم ولی بره. لایی بکشیم لایی داریم میکنیم. لایی بازی. اصلا صدا ما چجوری داره میفته آروم حرف بزنیم بذاره. اوکیه. ایپ. آقا بیپ بیپ. آقا بیا بغل آقا. بیا بغل. بابا اینا بداری؟ واسه بازیش کجاست؟ همونجاست. یه چیز بخریم. روز تعطیل هم هستیم. نه اینجا برای دو ساعتی تو صف صف هستیم. بعد وایسی. یه 2 ساعت اینجاییم. خب چیکار کنیم الان؟ کدوم صف خلاص؟ اونجا خلاص بود. خب ما خریدا رو حساب حساب بکنیم. کنیم. ما رو یهو تو پارک می‌بینیم. یهو نمیبینیم. فعلا یهو می‌بینیم. اینم از پارک ما و خریدار هم گرفتیم. بشینیم اینجا بریم چی گفتم؟ کالری گفتی؟ درست کالری. گفتم؟ کالری خوبه. کالری. خیلی من زبانم فارسی خیلی کم بلدم. خب آقا اشکون این دیگه رفت از افغانستان. خب آقا همین ماشین حسابتو بعدا بیار ببینیم. خب. اول تو بزن من برای تو رو بگم اول. ماشین حساب رو کنیم. بریم ساندویچ یخ بود کم شد. بگیم بر تو رو برو اولش رو 269 آقا به نشون بدم بهتون. 269 آقا می‌بینی 269 خب چه بود؟ چه کسا 215 آقا. به 215 اوکی. به علاوه این هیچ نه آقا. پشتش نوشته آقا 91 مطمئنی؟ 91 چقدر شد؟ 575 575 خب آقا 575 من امیر گذاشت. حالا بریم برای من. آقا این کنده شده خب ولی زدیم 130 بود. 130 این 130 بود. 130 به علاوه اینم 200 آقا بیا نگاه کن. مگه دروغ میگه پس فردا. 200 آره 200 اینم آقا نگاه کن 527. این اصلا 527 بگی 527 اصلا من همینو بذارم اندازه خود اونا میشه. برای من چند شد؟ 75 برای چند بود؟ این 527 چقدر شد؟
چی زدی؟ یه جوری زدم اشتباه زدم. بزن یه بار دیگه بزن. اشتباه زدم. 130 130 200 به علاوه 200 200 به علاوه 575 527 27 آقا این شد. خب چند شده بودی؟ 527 شد. خب آقا منو بگی. 850 یه دقیقه وایسا. میخوای نکنی میکنی میکنی دیگه. می‌کنی، شاید بچه بعدشون به پای منو ببینن. نه حتی بچه‌ها دوست دارن پای تو رو من ببینن. یه عمر پامو خودم ندیدم. آقا، من آخرین باری که پامو دیدم وایسا دارم حرف میزنم. بذار من حرف بزنم. بذار من داشتم. خب بگو آقا این چیه ویدیو قبلی البته ویدیو دوتا قبلی درست میشه؟ آره. اولین ویدیو آره. من باختم اینو ولی خب خدا رو شو نه اونو بگی؟ پرنده توشه؟ نه ولشون بیا آره یه کلاس فیلم برداری برای این خواهش دوست فیلم بردارون باید بذاری. اوکی. قبول داری؟ بله آره. توجیه میشه یه بار اینجوری فیلم برداری کنی میام. آقا خب این وکسه واکسه. الان اینجا میخوای بزنی؟ آره این درسته اون چی بود خوش بود الان اینجا میخوای بزنی؟ همینجا میزنی آقا همینجا. اینا رو بخوریم گشنته تازه نهار خوردیم. آره. اینا رو میذاریم بمونه ما فهم می‌خواستیم ببینیم کی کالری بیشتری میگیره فیلم بردار میگه اینا فیلم بردار بخوره. کجا اومدی؟ فیلم تو بگی بابا فیلم تو زیاد پشت میاد حرف نزن اصلا. همینم نه. خوشه آره اینو بمال بعد بردار دو تا بردار نه اینه همین دو تا سیده وایسا نگاه کن اینو بعد اینجا بمالا شون جون اینو اینجوری باز می‌کنی این تموم شد. فکر کنم یا فکر نکنم بهمون دوباره انداخت. ببین هر سری از اینا خریدیم یا خراب در اومده یا انداختن بهمون. باش دمت گرم بیا همین دوباره خراب گرفتی نمیدونم آقا این کامنت ها تو رو خدا بگید بهترین دستم چسبی این چسبا چیه؟ تا حالا 2-3 مدل گرفتین یا وایسا، خوش این در سالم اومده همه. یا اشتباه در اومده. این اصلا چیزی باز میشه همون این خراب شده. بده من خدا همیشه بفهمم خدا همیشه طرف حق رو گرفته. قسمت نبود بیاش کن. قسمت نبود. آها نه بیا درسته شو بیا پاتو بده چسبش بالا کار نمیکنه. بده بالا اینا آقا خدا تو همیشه با ما بودی. بده مالیش جمعش این کن. نه بزن یه ذره چسبونکی نکن دست خودم با کد میچسبه اینه که نچسب باشه شما فعلا بمان میخوای نکنی؟ نه گفتم شاید کسی خودش نهید منو اینا اینجوریا. بچه‌ها تو کامنت ها بگید پای امیررضا میدونی که تو هم باید انجام بدی. هر وقت چالش باختی اول که اولین ویدیو باختم آقا نگرفت من اینو میزنم ویدیو شورتشو میذارم. من این کار انجام میدم نکن جانت. نه حواسم هست استرس دارم. آشغال من ترسیده اینا دارن چیکار میکنن؟ پشمام. بیا آقا بیا تو پارک بیا پامو بدم بالا یعنی الان من خودم پامو ندیدم تا حالا. آقای کار نمیکنم. چیکار کنم زیاد صحبت میکنم حساسیت شدم. تریاک میشه الله اکبر آقا ول کن. حتما یه دلیلی داره باز نمیشه. بیا باز شد بیا دلیل داره باز نمیشه. دو تا سین الان بله اینو بده من نگفت. بذار اینجا کثیف نکنی. آقا اینو بگی چسبید آقا چسبید بگید همین اینو بگی چسبید من مهم نیست بیا این پاتو بده بالا آقا فیلم بعد یه قشنگ پاتو بده بالا بود کسی نمیبینه مردم آقا من دستم چسبونکیه مردم دارن میبینن میخوای نکنی؟ نه بده تو همت بزنی ها. بده بالا بابا الان اینجا داد بزنن خشم ملت میریزه. جیغ بزن آقا بگی اشکان برعکس چسبوندی که برعکس آقا چی گفت؟ آقا کجا رو داری میگیری؟ نه نمیکنم. اصلا نمیخوام تو چه پای خودمه. من با همین زندگی میکنم نمیخواد بکنی. بابا بده همین بالا باید بکشیم از اینجا تو این وقت پایین شما برعکس کندی. مهم نیست برعکس کندی؟ برعکس چسبوندی. نه بس موشه بود موشه عرق کردم.
آقا فیلم ادبی جلو پسره داره یه جوری عجیب غریب نگاه میکنه بیا منو. ببینم چه جوری. آره وایسا آقا یک روزه بگو استرس میگیرم الان اینجوری باشه میشه نخندی قیافش بگی پاشو بگی ای مونده بذار که دیگه بزنم ببین دست نمیده جیغ میزنه ما چیکار کنیم اینو ببر خونه بیا هیچ اسم اون گربه ببر خونه اینو ببر خونه درد داره نه با درد نداره بابا اینا وایسا ولش کن اینا نکن آقا اینم از ویدیو پارک پامونو بالا نکرده بودیم بالا نزده بودیم توپق میزنی چقدر پاچامونو دادیم بالا درد نداره آقا خب بچه‌ها اینم از ویدیو امروز بود اینو من بعداً کادو میکنم میدم به صاحبش بعداً ببینیم میخوای بزنی بیا. بیا اینجا بیا یعقوب بیا ولش کن خب آقا اینم از ویدیو دیگه خب لایک کامنت سابسکرایب زنگوله کجاست الان زنگوله الان اینجا رو ببینید اینجا الان زنگوله است الان اینجا اون سابسکرایب زنگوله است اینجا آره اونو بزنید دیگه خب تمام کنیم اون ویدیو رو ببندیم آره. ان شاء الله آقا تا ویدیو خداحافظ. بعدی خدا